برای جوشیدن گاوهای نوزادی که هنگام جوشیدن شاید زند و نماند که بجوشند. اسباب را با نام آنتیبریک که چنین شکل دارد و طرز استفاده برای این وابسته به هم حجم چاروا نصب کرده می شود که دارای 5 اندازه می باشد. اگر چاروا خیلی کلان باشد می توانیم آن را وسیع و کوتاه نماییم و به نقطه های آن زیر کرده حجم موافق چاروا را انتخاب نماییم. انا این چاروای ما که نوع سیاه علای کلان می باشد، ما در چنین حجم کلان استفاده می کنیم. چنین نصب کرده می شود. در نوگ‌های این دستگاه رزینی هست که هنگام نصب کردن چاروا را آزار نمی رساند. چنان ماندن لازم است که نه سختی بد و نه سستی بد، تا اینکه چاروا پایش را جنبانده نتواند. و با آنتیبریک خیلی آسان است جوشیدن چاروای نوزاد. این در چاروای حجمش خردتر با حجمی خردتر نصب می شود که این از شته برداری چاروا ایمن نگاه می دارد. اگر شما هنگام جوشیدن چاروای نوزاد دستگاه آنتیبریک نداشته باشید، می توانید که به واسطه بند پهن که نوک آن را حلقه کرده در پای راست چاروا می اندازیم و کشیده در یگان ستون عاقل چنین مستحکم می بندیم تا اینکه چاروا پایش را برداشته زده نتواند.